فکر میکنین عجیب ترین چیزی که توی جهان وجود داره چیه؟ سیاه‌چاله ها، وسعت غیر قابل تصور کیهان، یا شاید این واقعیت که یه ذره قبل از اینکه اندازه‌گیریش بکنیم میتونه انگار همزمان ترکیبی از چند حالت مختلف باشه. داستانی که امروز میخوایم تعریف بکنیم از یه آزمایشگاه پیچیده یا یه معادله ترسناک و عجیب غریب شروع نمیشه. از یکی از ساده ترین و زیباترین چیزهای طبیعت شروع میشه، یه دونه برف. اما از همین یه دونه برف قدم به قدم قراره برسیم به پلانک و بسای انرژی، انیشتین و فوتون‌ها، الکترونایی که از چند مسیر مختلف عبور میکنن که واقعا عجیبه، در هم تنیدگی کوانتومی، کامپیوترهای کوانتومی و کوچکترین مقیاسی که شاید بشه درباره جهان تصور کرد. بعد مقیاس رو نم بزرگ و بزرگتر میکنیم، از الکترون‌ها و اتم‌ها میرسیم به ستاره‌های در حال فروپاشی یا رنبیدن، سیاه‌چاله‌ها، کهکشان‌ها و لبه جهان قابل مشاهده حالا برای ما آدم‌ها. در نهایت هم به در واقع مهمترین سوال این سفر میرسیم: در جهانی با این عظمت آیا ما واقعا موجودات بی اهمیتی هستیم یا چی؟ این ویدیو قرار نیست که شما رو زیر فرمول‌های پیچیده دفن بکنه. قراره با زبان ساده ببینیم که مکانیک کوانتومی یا حالا به انگلیسی کوانتوم مکانیکس چطور تصویر قدیمی و قابل پیش بینی ما از واقعیت رو به هم زده و چرا همین نظریه عجیب و غریب امروز توی قلب بعضی از مهمترین فناوری‌های آینده قرار گرفته. پس آماده باشین، چون این سفر از یه دونه برف شروع میشه، اما ممکنه در پایان نگاهتون رو به کل جهان تغییر بده. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشین. قبل از اینکه بخوام سراغ بحث اصلی برم، لازمه که یه توضیح کوتاه درباره منبع اصلی این ویدیو بدم. هسته اصلی مطالبی که شما قراره توی این پادکست بشنوین بر اساس یه مصاحبه‌ای هستش که مجموعه بیگ تینک با فیزیکدان مشهور بریتانیایی پروفسور برایان کاکس با عنوان The Quantum Roots of Reality تهیه شده. متنی که حالا توی این پادکست از دهان من قراره بشنوین، حالا ترجمه کلمه به کلمه اون مصاحبه نیستش به هیچ وجه. مطالب برای ارائه به زبان فارسی، روانتر شدن روایت، اضافه شدن بعضی توضیحات و ایجاد یه ساختار فصل‌بندی شده، در واقع بازنویسی و تنظیم شده. مطلب ساده سازی هم شده که فهمش برای ما راحت‌تر بشه. به هر حال ما دانشمند فیزیک کوانتومی نیستیم. لینک نسخه کامل و انگلیسی مصاحبه رو هم توی توضیحات همین ویدیو براتون میذارم، برای کسایی که حالا دوست دارن برن اون مصاحبه کامل برایان کاکس رو حالا با زبان اصلی ببینن. خب میتونن از اون لینک استفاده بکنن. برای کسایی هم که اولین باره دارن پادکستی رو از چنل کتابیفای میبینن، باید بگم که من معین هستم، دکترای مهندسی پزشکی دارم و 2 سالم به عنوان محقق پس و دکترا فعالیت کردم. توی این کانال دارم تلاش میکنم که درباره کتاب‌ها، ایده‌های علمی، فلسفی و موضوعاتی صحبت بکنم که کمک میکنن عمیق‌تر فکر کنیم، جهان رو بهتر ببینیم، بهتر بفهمیم و نسبت به چیزایی که همیشه حالا ما بدیهی توی زندگیمون فرض کردیم یکم سوال بپرسیم و شاید در نهایت وقتی همه اینها رو بفهمیم بتونیم مهربونتر باشیم، بهتر رفتار بکنیم، همدیگر رو بهتر بتونیم دوست داشته باشیم و در نهایت جهان بهتری بسازیم. من فیزیکدان کوانتومی نیستم و این ویدیو هم قرار نیستش که یه کلاس دانشگاهی پر از فرمول باشه. هدف اینه که با کمک توضیحات دانشمندی مثل آیه برایان کاکس مفاهیم پیچیده فیزیک کوانتوم رو تا حد ممکن روشن، دقیق و قابل فهمتر روایت کنم. اینجا کتابیفای، جایی برای عمیق‌تر فکر کردن و وسیع‌تر دیدن. خب حالا بریم سراغ بحث اصلی، جایی که داستان کوانتوم مکانیکس نه از یه اتم یا الکترون بلکه از نگاه کردن به یه دونه برف شروع میشه. برای شروع مکانیک کوانتومی معمولاً ذهنمون میره سمت آزمایشگاه‌های قرن 20، فرمول‌های عجیب و غریب، اتم‌ها، فوتون‌ها،
الکترونا و اون چیزایی که آدما وقتی اسمشون رو میشنون حس میکنن که به به باید یه قهوه خیلی غلیظم کنار دستشون باشه و به فکر فرو برن. ولی ریشه این ماجرا رو میشه از یه جای خیلی شاعرانه تر هم دید، از نگاه کردن به یه دونه برف. داستان ما از جایی شروع میشه که مدت‌ها قبل از اینکه ما بفهمیم آقا اصلا اتم‌ها چی ان دقیقاً و چه ساختاری دارن یا اصلا مولکول آب چه شکلیه، یه سری آدم بودن که به طبیعت نگاه می‌کردن و می‌پرسیدن که چرا بعضی شکل‌ها هی تکرار میشه؟ چرا دونه برف با اینکه هیچ کدوم دقیقاً مثل اون یکی نیستش، انگار همشون یه جور شیشتایی بودن توی خودشون دارن، یه جور تقارن مشترک توی خودشون دارن. اینجا همون نقطه‌ایه که ما کم کم بو میبریم یا حالا اون آدم‌های در گذشته بو میبرن که طبیعت فقط یه مش چیز تصادفی پرت شده دور و برمون نیستش. پشت این شکل‌ها، پشت این نظم‌ها یه چیزی در سطح خیلی عمیق‌تر خوابیده. آقای کپلر، همون کسی که معمولاً اسمش رو کنار قوانین حرکت سیاره‌ها میشنویم و بعدش هم نیوتن روی اون پایه‌ها قانون گرانش عمومی خودش رو ساخت، تو سال 1610 یه متن خیلی جالب نوشتش درباره یه دونه برف شیش گوش. نکته قشنگ ماجرا اینه که ایشون هنوز از مولکول آب، پیوندهای هیدروژن و آرایش الکترون ها هیچ خبری نداشت. ولی وقتی به یه دونه برف نگاه کرد حس کرد که آقا این تقارن باید از یه جای خیلی عمیق‌تر بیاد، این همینجوری الکی ولکی اینجوری نشده. یعنی یه جوری فهمید که از خود مساله سازنده این دونه برف باید بیاد. بعد فکرش رفت سمت چیزای دیگه، دونه‌های انار، کندوی زنبور، شیش ضلعی ها و الگوهایی که توی طبیعت هی تکرار می شدن. امروزه حالا ما میدونیم که ساختار مولکول آب یعنی H2O و شیوهی که دو اتم هیدروژن به اکسیژن وصل میشن یکی از ریشه های اون تقارن های عجیب و زیبای دونه برفه. ما امروزه میتونیم با مکانیک کوانتومی حساب بکنیم که الکترون ها دور اکسیژن و هیدروژن چطور آرایش پیدا میکنن و این آرایش چه اثری روی شکل مولکول و بعد روی حالا شکل یخ و دونه برف میذاره. ولی جذابیت کپلر اینه که بدون هیچ کدوم از این ابزارها داشت در میزد به در شیمی. واقعا هم انگار ایستاده بود پشت در و میگفت که بچه‌ها من یه چیزی فهمیدم ولی هنوز اسمشو بلد نیستم. یعنی واقعا همین بوده. اما شروع جدی مکانیک کوانتومی به شکل حالا مدرنش از یه مشکل خیلی مشخص اومد: نور و گرما. اواخر قرن 19 و حوالی حالا سال 1900 فیزیکدان ها میخواستن بفهمن که آقا اجسام داغ دقیقاً چطور نور و تابش تولید میکنن. مثلا یه جسم داغ بسته به حالا به دماش چه طول موجهایی از نور رو منتشر میکنه. مشکل این بود که محاسبات کلاسیک درست جواب نمیدادن. یعنی فرمول ها میگفتن که مثلا باید فلان چیز رو ببینی، آزمایش های چیز دیگر نشون میدادن. و اینجا بود که آقای ماکس پلانک یه پیشنهاد عجیب داد، پیشنهادی که خودشان در اون اوایلش حالا خیلی باش مثل حقیقت فیزیکی رفتار نمی‌کرد، خودش هم باورش نمی‌شد، بیشتر شبیه یه ترفند محاسباتی به نظر می‌رسید. پلانک گفتش که شاید آقا جسم داغ انرژی رو پیوسته و بی‌نهایت نرم و خیلی روون منتشر نمی‌کنه. شاید انرژی به شکل بسته‌های کوچیک منتشر میشه، یعنی نور یا تابش انگار تیکه تیکه داره از ماده بیرون میاد، نه مثل یه جریان کاملا پیوسته. و اینجا همون جاییه که ثابت پلانک وارد داستان میشه. یکی از اون عددهایی که بعداً معلوم شد فقط یه عدد معمولی نیستش، بلکه یکی از عمیق‌ترین ویژگی‌های طبیعته. در ادامه این پادکست هم حالا قراره در رابطه با این ثابت صحبت بکنیم. رابطه معروفش هم اینه که آقا انرژی هر بسته نور برابر با ثابت پلانک ضرب در فرکانس نور یا همون E مساوی با HF. یعنی هرچی فرکانس بالاتر بره انرژی اون بسته نور بیشتر میشه. بعدها این بسته ها رو ما بهش گفتیم فوتون، ولی در زمان پلانک هنوز این تصویر خب کاملا جا نیافتاده بود. خود آقای پلانک هم انگار ته دلش خیلی آماده نبود که بگه که بله این نور واقعا از ذرات کوچیک درست شده. ولی چه خودش حالا بخواد چه نخواد در یه جهان تازه رو ایشون باز کرده بود، جهانی که توش دیگه انرژی مثل حالا یه آب روون جاری نمیشد، بلکه گاهی مثل
پول خورد دونه دونه رد و بدل میشد. بعد از پلانک نوبت آقای انیشتین بود که این ایده عجیب رو یکم جدی‌تر بگیره. سال 1905 برای انیشتین سال عجیبیه، همون سالی که نسبیت خاص رو ایشون مطرح کردش. مقاله معروفش در رابطه با حرکت براونی یا براونیان موشن رو نوشت و در کنار همه اینها درباره اثر فوتوالکتریک هم توضیح داد که حالا بعدها در واقع بابتش نوبل هم گرفت. حالا شاید شما بگین که آقا این حرکت براونی که گفتی اصلا چیه؟ مثلا شما فرض کنین یه ذره خیلی ریز غبار داخل آب شناوره. این ذره خودش که موتور نداره که، ولی چون مولکول‌های آب از همه طرف دارن بهش ضربه میزنن، ذره شروع میکنه به یه حرکت لرزشی و نامنظم، انگار یکی از چپ داره هولش میده، یکی از راست، یکی از بالا و یکی هم از پایین. خودش هم نمیفهمه که باید کجا بره. انیشتین تو سال 1905 با توضیح حرکت براونی کمک کرد نشون داده بشه که آقا اتم‌ها و مولکول‌ها واقعا وجود دارن. یعنی این حرکت تصادفی فقط یه لرزش بیدلیل نبوده، نتیجه برخورد مولکول‌های نامرئی با ذرات ریز بوده. اثر فوتوالکتریک هم در ظاهر خیلی ساده است، یعنی برای ما آدمایی که امروز حالا داریم زندگی میکنیم خیلی ساده است. اگر نور رو حالا شما بیایم به یه سطح فلز بتابونین، گاهی الکترون ها از سطح فلز کنده میشن و بیرون میان. تا اینجاش خب خیلی عجیب نیست. چیزی که عجیب بود این بود که روشنایی نور به تنهایی کافی نبوده. یعنی اگه نور فرکانس پایینی می داشت، مثلا حالا زیادی قرمز می بود، هر چقدر هم شما اینو روشنش میکردی، یعنی انرژیشو بالا میبردی، الکترونی بیرون نمی اومد. انگار که فلز میگفت دودش زیاد بودنش مهم نیست، کیفیتش مهمه. ولی اگه شما فرکانس نور رو بالا میبردی، مثلا نور قرمزتون میشد نور آبی، حتی نور نسبتاً کم نور هم میتونست الکترون ها رو بیرون بندازه. این رفتار با تصویر کلاسیک از نور جور در نمی اومد. اگر نور فقط یه موج پیوسته بود که حالا انرژی داشت حمل میکرد، باید با زیاد کردن شدت نور بالاخره انرژی کافی به الکترون میرسید و از فلز بیرون میپرید. ولی آزمایش میگفت نه، تا وقتی فرکانس به یه حد مشخصی نرسه خبری نیست. آقای انیشتین هم اومد از ایده پلانک استفاده کرد و گفتش که بیاین نور رو واقعا مثل جریان ذرات در نظر بگیریم. ذراتی که بعدها بهشون گفتیم فوتون. هر فوتون انرژی مشخصی داره و این انرژی بسته به فرکانسش هستش. اگر انرژی فوتون کم باشه، حتی میلیون ها فوتون کم انرژی هم هر کدوم به تنهایی نمیتونن الکترون رو از فلز جدا کنن. ولی اگه شما یه دونه فوتون داشته باشین و انرژی اون یه دونه فوتون کافی باشه، حتی تنهایی هم میتونه بزنه به الکترون و بندازتش بیرون. و خب اهمیت این کار این بودش که برای اولین بار ایده بسته بودن انرژی دیگه فقط مربوط به نحوه تابش اجسام داغ نباشه. انیشتین داشت میگفت که آقا خود نور هم واقعا میتونه ذره‌ای رفتار کنه. این یعنی الکترومغناطیس یا همون نوری که ما میشناسیمش فقط یه موج خوشگل و پیوسته نیستش، میشه بهش مثل گلوله های کوچیک انرژی هم نگاه کرد. جالب اینه که در اون زمان که این ایده مطرح شد خیلی بحث برانگیز بود. حتی سالها بعد پلانک که خودش یکی از شروع کننده های این مسیر بوده، هنوز با واقعی بودن فوتون ها راحت نبوده. این نکته اینجا خیلی مهمه، چون ما امروز راحت میگیم فوتون، کوانتوم، انرژی بسته. بعد هم یه چای و قندم کنارمونه داریم در مورد این چیزا صحبت میکنیم. ولی برای آدمای اون زمان اینا واقعا ضربه به تصویر جهانشون بوده. جهان قرار بود نرم و پیوسته و قابل پیش بینی و خیلی کلاسیک و خوشگل باشه. بعد یهو این فیزیک کوانتوم اومد وسط، گفت ببخشید من یکم همه چیزا یه خرابی بکنم، یه زیرو بکنم همه چیزا. اینجا باید این نکته رو واقعا جدی بگیریم که سختی مکانیک کوانتوم فقط ریاضیاتش هم نیستش. بله ریاضیاتش حالا میتونه واقعا سخت و نفسگیر باشه، ولی بخش واقعا سختش اینه که ایده هاش با
شهود روزمره ما آدم ها نمیخونه، یعنی با شهود روزمره امروزه ما هم نمیخونه، چه برسه به اون موقع که این دوستان داشتن در مورد این چیزا صحبت میکردن و فکر میکردن و میخواستن حالا راه حل برای سری از مشاهداتشون توی آزمایش ها پیدا بکنن. ما توی زندگی روزمره عادت کردیم چیزها یا این طرف باشن یا مثلا اون طرف باشن، یا روشن باشه یا خاموش باشه، یا مثلا شما از این مسیر میری یا از این مسیر میری، مثلا میکروفون اینجاست، این مثلا نور اینجاست، لپتاپ اینجاست، خیلی سری چیزا مشخصه. کوانتوم میگه نه عزیزم، طبیعت در عمق خودش اینقدر مرتب و مؤدب رفتار نمیکنه. برای همین هم دهه‌ها طول کشید تا از این نشونه‌های اولیه یه نظریه منسجم بیاد بیرون و حتی امروز هم تفسیر این که مکانیک کوانتومی دقیقاً درباره واقعیت داره چی میگه کاملاً مورد توافق همه دانشمندا نیستش. برای فهمیدن تفاوت فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک میتونیم از یه مثال ساده شروع بکنیم. سکه توی جهان معمولی مثل جهان ما، اگه شما این سکه رو بندازی بالا، وقتی میافته پایین یا قرار شیر بیاد یا خط بیاد. حتی اگه وقتی سکه رو هواست و ما ندونیم قرار چی بشه، فرضمون اینه که در نهایت یه حالت مشخصی وجود داره، یا شیره یا خطه. شاید ما خبر نداریم، شاید اطلاعاتمون ناقصه، ولی خود سکه بالاخره یه طرفیه دیگه، یه طرفش میاد پایین. این نگاه کلاسیک جهان حالتهای مشخصی داره، ما فقط گاهی نمیدونیم که دقیقاً کدوم حالت قراره اتفاق بیفته. حالا بیاین همین ایده رو ببریم توی جهان کوانتومی. یه ذره مثل الکترون خاصیتی داره به نام اسپین. اسپین یه خاصیت کوانتومیه و این اسپین در واقع چرخش نیست، اسم شبیه چرخشه، حالا به انگلیسی یعنی میشه چرخش، ولی قرار نیست که حالا الکترون رو اینجا شما مثل یه توپ کوچیک تصور بکنین که واقعا در حال چرخش دور خودشه. اسپین بیشتر شبیه ویژگی درونی ذره هستش، مثل اینکه ذره از نظر کوانتومی میتونه توی اندازه‌گیری یکی از دو حالت مشخص رو نشون بده، مثلا اسپین بالا یا اسپین پایین. این اسپین بالا یا اسپین پایین میتونه مثل شیر و خط توی داستان فیزیک کلاسیک ما باشه. تا اینجا خب خیلی همه چیز اوکی و ترسناک هم نیستش، ولی کوانتوم میگه الکترون فقط مجبور نیستش که یا بالا باشه یا پایین باشه، میتونه ترکیبی از بالا و پایین باشه و خب به این ما میگیم برهم نهی یا به انگلیسیش میشه سوپرپوزیشن. اینجاست که مغز ما یه مقدار قرار هنگ بکنه، ترکیب بالا پایین یعنی چی؟ این از کجا اومد اینو؟ یعنی چی؟ خب این یا بالا یا پایین دیگه. جواب اینه که ببینید ما اگه اینو اندازه‌گیری بکنیم ممکنه با احتمال مشخصی اینو بالا ببینیم و با احتمال مشخصی اینو پایین ببینیم، مثلا 30% بالاه، 70% پایینه، یا 40% بالا، 60% پایین، یا هر ترکیب دیگه که شما میتونید در رابطه باش فکر بکنید. اما نکته خیلی مهم اینه که این احتمال ها مثل پیشبینی هواشناسی نیستن. وقتی میگیم احتمال داره فردا هوا بارون بیاد، معمولا منظورمون اینه که اطلاعاتمون کافی نیست. ما دقیقا نمیدونیم که همه مولکول‌های هوا و بخار آب کجان، چه سرعتی دارن، کدوم وری دارن میان، چه برهم کنشی قراره با هم دیگه انجام بدن و بنابراین ما میایم با یه سری مدل‌های آماری یه احتمالی میدیم، میگیم با این احتمال مثلا قرار فردا بارون بیاد. یعنی احتمال تا حدی نشونه نادانی ماه. ولی توی فیزیک کوانتوم احتمال بنیادینه، خاصیت فیزیک کوانتوم. یعنی احتمال فقط به خاطر کمبود اطلاعات ما نیستش، خود نظریه از پایه با احتمال ساخته شده. و خب این فرق کوچیکی نیستش، تقریبا همه سردردهای فلسفی و فیزیک کوانتوم از همینجا میاد. اگه احتمال ها فقط به خاطر ناآگاهی ما بودن، میشد گفت که خب یه چیزای پشت پرده هستش که ما هنوز نمیدونیم، ولی این احتمال ها واقعا بخشی از بافت طبیعتن و اینجاست که ما باید قبول کنیم جهان در عمیق ترین سطح خودش مثل یه ساعت کلاسیک کار نمیکنه. این یعنی طبیعت قبل از اندازه‌گیری همیشه جواب قطعی آماده توی جیبش نداره که فقط ما بلد نیستیم پیداش بکنیم. گاهی خود وضعیت یه سیستم کوانتومیه، واقعا ترکیبی از امکان هاست. این همون جاییه که فیزیک کلاسیک و کوانتوم روبروی هم میستن و کلاسیک میگه ببخشید این دیگه چه وضعشه، کوانتوم هم با خیلی خونسردی جواب میده همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوای.
اگه حالا بخوایم یه آزمایش انتخاب بکنیم که همه این چیزای عجیب غریبی که الان من گفتم و حالا چیزای عجیب غریب فیزیک کوانتوم یا مکانیک کوانتومی رو تو خودش جمع کرده باشه، اون آزمایشیه به نام آزمایش دوشکاف. قبلا هم ما توی پادکست های قبلی در رابطه باهاش صحبت کردیم، لینک اون پادکست رو هم داخل دیسکریپشن در واقع این پادکست براتون میذارم. چیدمانش خیلی ساده است. یه دستگاه داریم که الکترون شلیک میکنه، جلوش هم یه مانع هستش با 2 شکاف، پشت اون هم یه صفحه آشکارساز قرار داره که نشون میده الکترون ها کجا فرود اومدن. اگه الکترون ها رو مثل ذرات معمولی تصور بکنیم، مثل حالا گلوله های خیلی ریز، انتظار داریم که هر الکترون یا از شکاف سمت راست رد بشه و یا از شکاف سمت چپ دیگه. پس روی صفحه پشت مانع هم با 2 ناحیه پررنگ ببینیم، تقریبا هم روبروی 2 شکاف. حالا یکم این اونور، یکم هم حالا احتمالاً پخش شدگی قرار داشته باشه چون ذرات ممکنه یکم منحرف بشن، ولی خب در کل انتظارمون 2 لکه اصلیه. اما چیزی که میبینیم در واقعیت این نیست. حالا متاسفانه روی صفحه یه الگوی راه ظاهر میشه، جایی که تعداد زیادی الکترون فرود اومدن، بعد جایی که تقریبا هیچ الکترونی نیست، بعد دوباره یه ناحیه پررنگ، بعد خالی، بعد این همینجوری ادامه پیدا میکنین. راه در واقع این دقیقاً شبیه الگوی تداخل موج هاست. شما اگر موج آب رو از 2 شکاف رد بکنین، هر شکاف مثل منبع موج تازه‌ای عمل میکنه. موج‌های فراسود هم که حالا اسپشیالتی یا تخصص من هستش، دقیقاً همینجوری موج‌ها با هم برخورد میکنن. بعضی جاها قله یک موج با یه موج دیگه جمع میشه و اثر قوی‌تر میسازه، بعضی جاها هم قله یه موج با دره یه موج دیگه جمع میشه و همدیگه رو خنثی میکنن. نتیجه این میشه که نوارهای روشن و تاریک یا حالا پر و خالی که من گفتم ایجاد میشه. برای موج‌ها این کاملا قابل فهمه، ولی مشکل اینه که ما داریم الکترون شلیک میکنیم، آقا ذره، و این موج نیست، این ذره است. و حالا قسمت واقعا عجیب‌تر اینه که حتی اگه الکترون ها رو یکی هم بفرستیم، باز هم بعد از مدتی همون الگوی تداخلی ساخته میشه. یعنی انگار هر الکترون به تنهایی طوری رفتار میکنه که انگار از هر 2 مسیر خبر داره. میشه با احتیاط گفت انگار الکترون هر 2 مسیر رو بررسی میکنه و با خودش تداخل میکنه. بعضی فیزیکدان‌ها حتی این انگار رو هم خیلی محتاطانه میدونن و میگن که نه، واقعا الکترون ها همه مسیرهای ممکن رو بررسی میکنن و در نظر میگیرن. این همون تصویریه که آیه ریچارد فاینمن خیلی قشنگ توضیح میده. برای محاسبه احتمال رسیدن الکترون به هر نقطه از اون صفحه‌ای که اون پشتشه آشکارساز، شما باید برای هر مسیر ممکن یک عدد مختلف در نظر بگیری، چیزی شبیه یه عقربه ساعت کوچیک. بعد همه این عقربه ها رو برای مسیرهای مختلف جمع بکنین، جایی که عقربه ها همدیگه رو تقویت میکنن احتمال بالا میره، جایی که در واقع همدیگه رو خنثی میکنن احتمال پایین میاد. و خب این روش محاسبه عجیباً ساده و دقیق جواب میده. اما سوال سخت اینه، آقا این ریاضی اصلا یعنی چی؟ این فقط دستور محاسباتیه یا واقعا جهان همینطوری داره کار میکنه؟ آیا الکترون واقعا از همه مسیرهای ممکن عبور میکنه؟ یعنی مثلا حتی مسیرهای دیوانه‌واری مثل رفتن تا کهکشان‌های دیگه و برگشتن؟ از نظر محاسباتی و از نظر تئوری در فرمول بندی های مسیرها همه مسیرهای ممکن حساب میشن، هرچند سهم خیلی از اونها در عمل خنثی میشه. پس باز برمیگردیم به همون مشکل همیشگی، ریاضیات جواب درست میده، آزمایش هم داره تاییدش میکنه، ولی وقتی میپرسیم که پس واقعیت دقیقاً چیه، یکم کار سخت میشه. چون اگه اینجوری بپرسیم یعنی این الکترون تا یک کهکشان دیگه هم رفته و برگشته، ولی خب تو محاسبات احتمالش کمه دیگه، تأثیرش کمه. نکته مهم اینه که قوانین کوانتومی فقط مخصوص زیر اتمی ها هم نیستن و توی جهان ما هم وجود دارن. یعنی اینطور نیستش که فقط مربوط به یه سری اتم و مولکول باشه، بعد وقتی به جهان ما میاد دیگه مثلا یهویی عوض بشه همه چیز. خیر، در جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم این قوانین کاملا وجود دارن و داره اعمال میشه، فقط در مقیاس بزرگتر و با تعداد ذرات بیشتر طوری در واقع دارن رفتار میکنن که رفتارشون برای ما
آشناست، ما راحت میتونیم درکشون بکنیم. 50 سال پیش شاید بعضیا میگفتن که این بحثا بیشتر فلسفی هن و در زندگی عملی ما خیلی مهم نیستن، کما اینکه امروزا هم خیلی شاید از آدم‌ها بگن که آقا مثلا این فیزیک کوانتوم مثلا کجا به کار میاد، خب چرا اصلا ما باید در مورد این چیزا بدونیم. اما امروز دیگه این حرف سخت‌تر قابل دفاعه، چون فناوری‌های کوانتومی دارن دقیقاً از همین رفتارها و از همین تکنولوژی و از همین علمی که داره تولید میشه استفاده میکنن. کامپیوترهای کوانتومی، حسگرهای کوانتومی و حالا فناوری‌های مشابه فقط با شعار و هیجان ساخته نمیشن، پشتشون همین ویژگی‌های عجیب و غریب طبیعت قرار داره، همین صحبتایی که الان ما داریم میکنیم قرار داره. پس ما دیگه فقط از سر کنجکاوی داریم اینا رو نمیپرسیم که آقا این فیزیک کوانتوم چیه، کوانتوم مکانیکس چیه، کم کم داریم باهاشون ابزار میسازیم. برای فهمیدن اینکه چرا رمزگشایی از مکانیک کوانتوم مهمه، باید برسیم به درهم‌تنیدگی و کامپیوترهای کوانتومی. کیوبیت نسخه کوانتومی بیت معمولیه که ما تو کامپیوترامون داریم. بیت توی کامپیوترهای عادی یا 0 یا 1، اما کیوبیت قبل از اندازه‌گیری میتونه ترکیبی از 0 و 1 باشه. همین ویژگی باعث میشه که کامپیوترهای کوانتومی برای بعضی از محاسبات قدرت خیلی عجیب و اصلا خفنی داشته باشن. یک کیوبیت رو شما مثل همون سکه کوانتومی در نظر بگیرید. وقتی اندازه‌گیریش میکنیم میتونه بالا یا پایین باشه، ولی قبل از اندازه‌گیری میتونه در ترکیبی از این دو حالت قرار بگیره. حالا اگه شما 2 تا کیوبیت داشته باشین، ماجرا یکم غنی‌تر میشه. به عبارتی 2 ذره میتونن وارد حالتی بشن که دیگه نتونیم هر کدوم رو جداگانه به طور کامل توصیف بکنیم، باید کل سیستم رو با هم توصیف بکنیم. به این میگیم درهم‌تنیدگی کوانتومی. در واقع یه سری از آزمایش‌ها نشون دادن که تا جایی که ما میفهمیم نمیشه این رفتار رو با یه متغیر پنهان ساده کلاسیک توضیح داد. یعنی طبیعت واقعا از چیزی شبیه درهم‌تنیدگی داره استفاده میکنه. حالا اهمیت عملی این ماجرا چیه؟ تو کامپیوترهای کوانتومی وقتی شما 2 تا کیوبیت داری 4 ترکیب ممکن داری، بالا بالا، بالا پایین، پایین بالا، پایین پایین. 3 تا کیوبیت میشه 8 تا ترکیب، 4 تا کیوبیت میشه 16 تا ترکیب و خب در کل تعداد حالتها با 2 به توان تعداد کیوبیت ها رشد میکنه. این رشد خیلی سریع دیوانه کننده میشه. احتمالاً شما یه تغییراتی در اوضاع پادکست ما دیدین، برای اینکه نینا خانم اومده اینجا تو بغل من. بله میبینینش الان. نینا خانم چی میگی شما اینجا؟ چیکار میکنی؟ به نظرم برو بذار ما کار برسیم. برو بچه. سیستم ما هم داره به هم میزنه. آره. کجا بودیم؟ خب داشتم میگفتم این رشد خیلی سریع دیوانه کننده میشه. برای 100 کیوبیک شما در نظر بگیرین با 2 به توان 100 طرفیم ما اینجا. برای 500 تا کیوبیت تعداد عددهایی که برای توصیف کامل سیستم نیاز داریم از تعداد اتم‌های قابل مشاهده جهان هم بیشتر میشه. و نکته عجیب اینه که چنین سیستمی فقط یه خیال ریاضی نیستش. ما میتونیم سیستمایی بسازیم که 10 ها، 100 ها و در حالا افق نزدیکتر حتی شبکه‌هایی از 100 ها کیوبیت داشته باشن. فیزیکیاً، واقعیاً روی میز آزمایش جا میشن، ولی فضای حالتشون عظیمه. کامپیوتر کوانتومی تلاش میکنه از بخشی از این فضای عظیم استفاده کنه تا محاسباتی رو انجام بده که برای کامپیوتر کلاسیک عملا ناممکن یا بی نهایت زمان بره. البته ساختنش هم اینجوری نیستش خیلی راحت باشه، شبیه حرف زدن باشه. نه، اینطور نیست که مثلا فردا صبح شما بریم یه لپتاپ کوانتومی بخریم و باهاش حالا ایمیل هم بزنین و یه چای هم دم کنین بزنین کنار دستتون. ولی خب شرکت‌هایی مثل گوگل و مایکروسافت و IBM روی این حوزه سرمایه‌گذاری جدی کردن، چون اگر این قدرت واقعا قابل کنترل و قابل استفاده بشه، بعضی محاسبات میتونن از مرز توان همه کامپیوترهای کلاسیک شناخته شده عبور بکنن. این رو خانم فکر کنم موشم چسبیده به من.
وقتی ما درباره اندازه یه سری چیزا حرف میزنیم معمولا ناخودآگاه همه چیز رو نسبت به خودمون میسنجیم. متر، سانتی متر، فوت، اینچ. خیلی از این واحدها از بدن انسان یا تجربه زمینی ما اومدن. فوت یعنی یه چیزی در حد همون پا. متر توی زندگی روزمره برای ما یه چیزی در حد دست و بدن و اتاق و میز و اینجور چیزا. این واحدها خب به درد زندگی ما قطعا میخورن، ولی آیا واقعا درباره ساختار عمیق جهان هم چیزی به ما میگن؟ نه خیلی. اینا بیشتر درباره ما حرف میزنن، ما آدما، درباره بدن انسان ها، زیست شناسی زمینی، اندازه سلول، گرانش زمین و اینکه موجودی مثل ما با این ابعاد روی این سیاره تکامل پیدا کرده. اگه خب ما یه تمدن بیگانه داشته باشیم که نه دست داره نه پا، نه اندازش مثلا به ما شبیه، یا مثلا خیلی کوچیک باشه یا خیلی غول باشه، احتمالاً متر و فوت براش معنای بنیادینی نداره. ممکنه به ما نگاه کنه و بگه ای جدی مثلا واحد اندازه‌گیریتون رو با پا شروع کردین، خیلی بامزه است، یکم بخنده مثلا. و خب اینجاست که وقتی ما این رو بهش فکر میکنیم این سوال پیش میاد که آیا واحدهایی اصلا وجود دارن که هر تمدن عاقلی در هر جای جهان بتونه باش موافق باشه؟ یعنی یه خارجی، یک موجود عجیب و غریب از یک دنیای دیگه هم اگر اومد و ما داریم باش صحبت میکنیم بفهمه این رو. و خب اینجاست که داستان ماکس پلانک وارد میشه. پلانک فقط یک ثابت معروف نیستش که حالا مثلا وارد فیزیک کوانتوم شده باشه. ایشون به این فکر کرد که میشه از ثابت‌های بنیادین طبیعت واحدهای بنیادین ساخت. چند ثابت خیلی مهم داریم که ظاهراً از ویژگی‌های عمیق جهان میان، نه از بدن ما، نه از ذهن ما. یکی سرعت نور. سرعت نور فقط یه عدد بر حسب متر بر ثانیه نیست، یک حد سرعت جهانیه. هر چیزی که جرم نداره با این سرعت حرکت میکنه و هر چیزی هم که جرم داره نمیتونه به این سرعت برسه. این عدد درباره هندسه فضا زمان و ساختار خود جهان داره به ما یه سری اطلاعات میده. ثابت مهم بعدی ثابت گرانش نیوتونه. عددی که قدرت گرانش رو مشخص میکنه. تو زبان نیوتونی میگه که دو جرم با چه نیرویی همدیگر رو جذب میکنن. در زبان عمیق‌تر انیشتینی میشه پرسید که مقدار مشخصی ماده یا انرژی چقدر بافت فضا زمان رو خم میکنه. در رابطه با اینکه حالا این یعنی چی اصلا، یعنی اینکه حالا این فضا زمان خم شده یعنی چی، ما توی پادکست های قبلیمون در رابطه با خمیدگی فضا زمان توضیح دادیم، اینکه خورشید چطور فضا زمان رو خم کرده و زمین در واقع داره توی این فضا زمان خمیده شده دور خورشید میچرخه. در رابطه با این ما صحبت کردیم توی پادکستمون. لینک اون پادکست ها رو هم داخل دیسکریپشن همین پادکست براتون میذارم، پیشنهاد میکنم حتما نگاه بکنه. ثابت سوم هم ثابت پلانک، همون عددی که با کوانتوم گره خورده. میشه ازش از راههای مختلف حرف زد، مثلا رابطه انرژی فوتون با فرکانس نور، یا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که میگه نمیتونیم مکان و تکانه یک ذره رو همزمان با دقت بی‌نهایت بدونیم. حاصل ضرب عدم قطعیت مکان و عدم قطعیت تکانه باید در حد ثابت پلانک یا بزرگتر باشه. یعنی این محدودیت فقط مشکل ابزار اندازه‌گیری ما آدما نیستش، بخشی از ساختار خود طبیعت. یعنی یه موجود مثلا ایلین فراطبیعی فرازمینی هم اگه بیاد اینجا نمیتونه کاری در رابطه باشه انجام بده. این ساختار طبیعته. حالا اگه سرعت نور، ثابت گرانش و ثابت پلانک رو با هم دیگه ترکیب بکنیم یک طول میتونیم باش بسازیم که بهش میگیم طول پلانک. فرمولش به شکل ساده اینه که ثابت پلانک ضرب در ثابت گرانش تقسیم بر سرعت نور به توان 3 و بعد ریشه دوم کل این عبارتی که من گفتم. نتیجه میشه یه طول فوق العاده کوچیک، حدود 10 به توان منفی 35 متر. یعنی عددی با 35 صفر بعد از ممیز قبل از اینکه به 1 برسیم. این طول برای ذهن ما تقریبا غیر قابل تصوره، ولی به نظر میرسه با ساختار خیلی عمیق جهان ارتباط داره. چرا؟ چون وقتی درباره سیاه‌چاله‌ها، اطلاعات و محدودیت اندازه‌گیری حرف میزنیم طول پلانک مدام سر کله‌اش پیدا میشه. یکی از نتایج شگفت انگیز اینه که آنتروپی سیاه‌چاله‌ها، یعنی
مقدار اطلاعاتی که انگار درونش پنهان شده با مساحت افق رویدادش ارتباط داره، نه با حجمش. افق رویداد مرز بیرونی سیاه‌چاله است، جایی که اگه یه چیزی ازش عبور بکنه دیگه راه برگشتی نداره. یعنی از اون لحظه به بعد حتی نور هم نمیتونه از سیاه‌چاله فرار بکنه. برای همین ما نمیتونیم بفهمیم که داخل اون مرز دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده. در رابطه با این چیزا ما خب داخل پادکست های دیگه صحبت کردیم، مخصوصاً توی پادکست سفید چاله ها. این یکی از پادکست های اخیر بوده، لینکش داخل دیسکریپشن این پادکست هم براتون میذارم، پیشنهاد میکنم حتما نگاه بکنین. کلی چیزهای قشنگ در رابطه با سیاه چاله ها و همچنین سفید چاله ها گفتیم، واقعا جذابه. یه محاسبه ای توی دهه 1970 انجام شدهش که نشون داد که اطلاعات سیاه‌چاله با مساحت سطح افق رویداد رو میشه بر اساس مربع‌هایی در مقیاس پلانک محاسبه کرد. یعنی انگار سطح سیاه‌چاله با پیکسل‌هایی در مقیاس پلانک کاشیکاری شده. این ایده واقعا عجیب غریبه و خیلی عمیقه، چون میگه که اطلاعات موجود در یک ناحیه از فضا ممکنه با سطح مرزی اون ناحیه اندازه‌گیری بشه و نه با حجمش. اینجا طول پلانک فقط یه عدد تزئینی نیستش، انگار داره از پشت پرده به اون چشمکی میزنه و میگه که آقا من بیخودی اینجا نیستم. یعنی چیزی که شما تو مقیاس خیلی کوچیک باهاش سر کله میزنی، یهو میبینی سر از فضا و سر از سیاه‌چاله داره در میاره و این واقعا عجیبه. یه راه دیگه هم برای فهم اهمیت طول پلانک اینه که بپرسیم آقا اگه بخوایم چیزی خیلی 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 کوچیک رو ببینیم باید چی کار بکنیم؟ معمولا باید خب نوری با طول موج خیلی کوتاه بهش بتابونیم، چون اگه طول موج نور از اندازه چیزی که ما میخوایم ببینیم بزرگتر باشه، فیزیک کلاسیک اصلا فیزیک میگه که خب آقا شما نمیتونی جزئیات اون چیز رو ببینی. اما توی کوانتوم طول موج کوتاه‌تر یعنی خب انرژی بیشتر. پس هر چی بخوایم مقیاس کوچکتری رو ما بررسی بکنیم، باید فوتون‌های پر انرژی تری رو هم بفرستیم. وقتی به حوالی طول پلانک برسیم، انرژی لازم اونقدر زیاد میشه که خودش میتونه اصلا یه سیاه‌چاله بسازه. بعد اگه انرژی بیشتری هم ما تزریق بکنیم تا جزئیات بیشتری رو بخوایم ببینیم، سیاه‌چاله بزرگتر میشه و اتفاقا کمتر میتونیم اون ناحیه رو بررسی بکنیم، چون دیگه اون در واقع سیاه‌چاله وقتی بزرگ میشه شما اطلاعات از دست میدی، چیزی در واقع ازش بیرون نمیاد. یعنی طبیعت انگار یه پرده گذاشته و میگه آقا تا همینجا دیگه تموم شد، از این کوچکتر با ابزارهای فعلی و با فهم الانت نمیتونی کاری به کارش داشته باشی. و خب البته توی این چیزی که الان من گفتم یه مقدار احتیاط هم نیازه، چون که مقدار دقیق طول پلانک بر اساس ثابت‌هایی به دست میاد که ما اندازه گرفتیم. اگه نظریه‌هایی مثل وجود ابعاد اضافه در جهان درست باشن، ممکنه در انرژی‌های بالا تصویر ما از گرانش اصلا عوض بشه و اونجاست که مقیاس مؤثر پلانک هم تغییر میکنه. پس طول پلانک به عنوان یک ایده بنیادیه، ولی مقدار عددی و تفسیر دقیقش هنوز به فهم نهایی ما از جهان وابسته هستش و امکان داره با فهم بیشترمون عوض بشه و تغییر بکنه طولش. شاید حالا به نظر بیاد که آقا این مقیاس پلانک خیلی کوچیکه و دیگه ربطی مثلا به چیزهایی که ما با تلسکوپ میبینیم و چیزهایی که توی در واقع فضا و توی مثلا ماه و خورشید و سیارات دیگه وجود داره ربطی نداره. یعنی خب منطقی هم هست دیگه، 10⁻35 متر کجا و ستاره ها کجا. ولی یکی از زیباترین محاسبات فیزیک دقیقاً نشون میده که ثابت‌های بنیادین طبیعت چطور میتونن سرنوشت یه ستاره رو تعیین بکنن. اول ببینیم اصلا ستاره چیه. یه ستاره مثل خورشید در اصل توده‌ای از ماده است، عمدتاً هیدروژن و هلیوم، که زیر گرانش خودش میخواد فرو بریزه. گرانش مدام تلاش میکنه ستاره رو جمع بکنه و فشار بده. وقتی ستاره منقبض میشه هستش گرم میشه و اگر دما و فشار به اندازه کافی بالا بره، واکنش‌های همجوشی هسته‌ای روشن میشن. توی خورشید ما هم هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه و خب انرژی آزاد میکنه. این انرژی فشار تولید میکنه و جلوی فروپاشی کامل ستاره رو میگیره. پس ستاره یه جور تعادل دائمیه. گرانش میگه آقا بیا پایین، من
تو رو جمعت کنم، فشار ناشی از همجوشی میگه نه وایس، اینا با هم دیگه حالا انگلیسیش میشه کنسل اوت میشه، هم دیگه خنثی میکنن. اما خب سوخت ستاره که دیگه بی‌نهایت نیستش که، بالاخره یه روز سوخت هسته‌ای قابل استفاده تو مرکز ستاره تموم میشه یا حالا تغییر میکنه و ستاره وارد مراحل بعدی زندگیش میشه. و خب سوال اینه وقتی دیگه همجوشی نتونه ستاره رو نگه داره، چه چیزی دقیقاً قراره جلوی فروپاشی رو بگیره؟ آیا ستاره باید بی‌نهایت فرو بریزه و دیگه تبدیل به سیاه‌چاله بشه، یا ویژگی دیگه‌ای از ماده میتونه مثلا مقاومت بکنه اون ستاره رو نگه داره؟ حالا اینجا فیزیک کوانتوم وارد میشه، نه به شکل یه ایده فانتزی بلکه به عنوان نیروی واقعی که سرنوشت ستاره ها رو تعیین میکنه. توی یه ستاره در حال فروپاشی الکترون ها به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. اصل عدم قطعیت آقای هایزنبرگ میگه که اگه بخوای یه الکترون رو توی فضای کوچکتری محدود بکنی، عدم قطعیت تکانش رو بیشتر میکنه. به زبان ساده هرچی الکترون ها رو شما داخل یه جعبه کوچکتری گیر بندازی توشون، بیشتر و بیشتر وول میخورن، تندتر وول میخورن به عبارتی. از طرف دیگه یه اصل دیگه ای داریم به نام اصل طرد پاولی که میگه الکترون ها نمیتونن همینطوری همگی در یه حالت کوانتومی یکسان تلمبار بشن. خیلی غیر رسمی اگه بخوام در رابطه با این چیزی که گفتم صحبت بکنیم، میشه الکترون ها از اینکه همشون برن دقیقاً یه جا و یه حالت خوششون نمیاد. پس وقتی ستاره فشرده میشه، الکترون ها مجبور میشن در فضای کوچکتری جا بگیرن، خب، و این باعث میشه تکانشون بالا بره و این جنب و جوش کوانتومی یه فشاری ایجاد میکنه. به این فشار میگیم فشار انحطاط الکترونی، یا حالا به انگلیسی میشه electron degeneracy pressure. این فشار میتونه ستاره رو نگه داره حتی وقتی همجوشی دیگه نقش اصلی رو نداره. ولی خب این فشار هم حالا متاسفانه یا خوشبختانه بی‌نهایت نیستش. اگه جرم ستاره خیلی زیاد باشه، الکترون ها باید اونقدر تند بجنبن که به مرز سرعت نور نزدیک بشن. اما هیچ ذره جرمداری همونطور که گفتیم نمیتونه از سرعت نور عبور بکنه. پس یه سقفی وجود داره برای این الکترون ها که در واقع با اون سقف این عزیزای دل میتونن جنب و جوش بکنن و اون فشار رو تولید بکنن. دانشمندی به نام چاندرا سیکار یه سری محاسبات خیلی زیبا انجام دادش و نشون دادش که اگر جرم باقی مونده ستاره از یه حدی بیشتر باشه، فشار انحطاطی الکترونی دیگه کافی نیستش و سرنوشت‌های سنگین‌تری مثل ستاره حالا نوترونی یا سیاه‌چاله مطرح میشه. قشنگی این نتیجه در اینه که از دل 3 چیز بنیادین بیرون میاد: ثابت پلانک، سرعت نور و ثابت گرانش. همون چیزایی که باهاشون واحدهای پلانک رو ساختیم. حتی میشه یه جرم بنیادین هم به نام جرم پلانک ساختی اینجا. برخلاف طول پلانک که فوق‌العاده کوچیکه، جرم پلانک چیزی در حد جرم یه ذره غبار ساده است، یه ذره خاک حالا بگیم ریزه میزه. حالا من میگم ریزه میزه، برای ما ریزه میزه است دیگه، برای فیزیک ذرات این خیلی بزرگ هم حساب میشه. تازه یه حدی پیدا میشه بهش میگن حد چاندرا سیکار و اون تقریبا با ترکیبی از جرم پلانک و جرم پروتون به دست میاد. به طور تقریبی جرم پلانک به توان 3 تقسیم بر جرم پروتون به توان 2. نتیجه همون حدود 1/4 جرم خورشیدی میشه. این یعنی یه عدد که سرنوشت ستاره رو تعیین میکنه از دل ثابت‌های بنیادین جهان بیرون میاد. و این همون نقطه‌ایه که آدم حس میکنه که فیزیک فقط فرمول نیستش، یه جور دیدن نخهای پنهانیه که گرد و غبار، الکترون، ستاره و سیاه‌چاله رو اومده به هم وصل کرده. من الان متوجه شدم که نینا خانم هم این پایین هست، شما تا میتونید ببینینش. چی کار میکنه تو اونجا؟ آره میبینینش به نظر. حالا بیاین یکم در رابطه با مقیاس حرف بزنیم، چون ذهن ما خیلی زود در برابر اندازه‌های خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ تسلیم میشه. طول پلانک حدود
10 به توان منفی 35 متره. چطوری میشه این رو تصور کرد آقا؟ بیاین از پروتون شروع کنیم. پروتون خودش برای ما بی‌نهایت کوچیکه، ولی خب توی فیزیک ذرات پروتون یه جور جهان نسبتاً بزرگ و پیچیده حساب میشه. حالا فرض کنین یه پروتون رو اونقدر بزرگ کنیم که بشه اندازه کل منظومه شمسی، مثلا تا مدار نپتون. توی یه همچین بزرگنمایی عظیمی طول پلانک تقریبا به اندازه یه ویروس یا شاید یه سلول زنده میشه، چیزی که تازه میتونیم با میکروسکوپ بهش فکر کنیم. یعنی نسبت طول پلانک به یه سلول تقریبا مثل نسبت پروتون به کل منظومه شمسی. ذهن ما برای مقیاس‌های نزدیک به بدنمون ساخته شده. چند سانتی متر، چند متر، یه اتاق، یه خیابون، چند کیلومتر. اگه شما حالا یه دونده باشی شاید حس بهتری نسبت به کیلومتر داشته باشی. 100 کیلومتر رو میتونیم مثلا با سفرهای زمینیمون تصور بکنیم، چند هزار کیلومتر رو با پرواز و حالا شاید با قطار تصور بکنیم. ولی وقتی از اینا فراتر میریم حس واقعیمون کم کم از کار میفته. فاصله زمین تا ماه حدود 1/4 میلیون مایله. شاید فضانوردی که حالا مسیر رو رفته یکم حس بهتری ازش داشته باشه، یه قدرت تخیل بهتری داره که بتونه فرض کنه، بتونه بفهمه این فاصله یعنی چی. فاصله زمین تا خورشید حدود 93 میلیون مایله و خب این دیگه واقعا از تجربه مستقیم ما بیرونه. ما قرص خورشید رو تو آسمون میبینیم، البته خب مستقیم که نگاه نمی‌کنیم، چشممون درد میگیره، ولی میدونیم که اون اندازه ظاهری خورشید تقریبا مثل ماهه. این تصادف قشنگ باعث خورشید گرفتگی کامل هم میشه. با این حال خود خورشید اونقدر بزرگه که حدود 1 میلیون زمین توش جا میگیره. قطرش حدود 100 برابر قطر زمینه. اگه میشد با هواپیمای مسافربری دور خورشید پرواز بکنیم، زمانش برای ذهن ما عملا خسته کننده است و اصلا غیر قابل تصور میشه. چیزی در حدود ماه‌ها یا حتی نزدیک به 1 سال طول میکشه. بعد از خورشید حالا ما میرسیم مثلا به منظومه شمسی. دورترین ساخته بشر که هنوزم باش در ارتباطیم وویجر 1 هستش. حالا این اسمش انگلیسی بود دیگه، منم مجبور بودم انگلیسی بگم، حالا فارسی وویجر 1 در واقع اسمشه، که بیش از 150 واحد نجومی از زمین فاصله داره. یعنی بیش از 150 برابر فاصله زمین تا خورشید. واحد نجومی همون فاصله زمین تا خورشید هستش که تقریبا 150 میلیون کیلومتره. نور و سیگنال رادیویی بیش از 22 ساعت طول میکشه تا بهش برسه. یعنی ما الان اگه پیام بفرستیم، این پیام تقریبا یه روز بعد تازه به اون سفینه میرسه. تازه این فقط حاشیه منظومه شمسیه، اون هم بسته به اینکه مثلا حاشیه در واقع تعریفمون از حاشیه چی باشه. اصلا اگر ابر اورت یا حالا به انگلیسی اورت کلاود رو هم در نظر بگیریم که یه پوسته عظیم از اجرام یخی دوردست که منظومه شمسی رو از فاصله خیلی خیلی دور احاطه کرده هستش، نفوذ خورشید شاید تا حدود 1 سال نوری هم ادامه داشته باشه. بعد نزدیکترین ستاره که میشه پراکسیما غنتورس یا حالا به انگلیسیش میگن پراکسیما سنتوری، توی سامانه آلفا غنتورس حدود 4 سال نوری دورتره. نور با سرعت 186,000 مایل در ثانیه حرکت میکنه و با این سرعت 4 سال طول میکشه تا به نزدیکترین ستاره برسه. 4 سال برای نور. فرض کنید دیگه ما اگه بخوایم بریم اونجا چی میشه. بعدش خب حالا مقیاس کهکشانی شروع میشه. کهکشان راه شیری چیزی بین 200 تا 400 میلیارد ستاره داره و حدود 100,000 سال نوری پهنا. یعنی نور با همون سرعت دیوانه کننده 100,000 سال طول میکشه تا از یه سمت کهکشان به سمت دیگه‌اش برسه. و این فقط یک کهکشانه. یعنی نزدیکترین کهکشان بزرگ همسایه ما آندرومدا حدود 2.5 میلیون سال نوری دوردره. نورش وقتی وارد چشم ما میشه سفری رو شروع کرده که مربوط به زمانی قبل از تکامل انسان مدرنه. با این حال میشه اون رو توی در واقع آسمون تاریک و دور از نور شهر با چشم غیر مسلح یا حالا با دوربین دوچشمی بقولی دید، چون خودش خیلی بزرگه. حتی اندازه ظاهریش در آسمان میتونه
در حد قطر ماه کامل باشه، فقط خیلی حالا کم نوره در واقع. بعد حالا میرسیم به لبه جهان قابل مشاهده با ابزارهای مثل تلسکوپ فضایی جیمز وب. کهکشان‌هایی رو ما میتونیم ببینیم که نورشون بیش از 13 میلیارد سال در راه بوده، اما چون جهان در این مدت منبسط شده، فاصله فعلی اون نواحی با ما قطعا بیشتر از 13 میلیارد سال نوریه. در رابطه با اینکه حالا چرا جهان داره منبسط میشه و اینا هم توی پادکست‌های قبلی در رابطه باشون صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم واقعا برین نگاه بکنین اینا رو. حالا شاید شما سوال بپرسین که آقا خب باشه، این همینجوری هی داره بزرگتر میشه، این برای تهش کجاست؟ این که ته نداره، اما خب دورترین نوری که میتونیم ببینیم تابش زمینه کیهانیه، نوری که حدود 380,000 سال بعد از بیگ بنگ آزاد شده و حدود 13.8 میلیارد سال سفر کرده تا به ما برسه. اگه خب بپرسیم که شما آقا خب این جایی که نور الان ازش اومده اونجا الان کجاست؟ جواب چیزیه در حدود 46 میلیارد سال نوری، چون جهان داره اکسپند میشه. پس شعاع جهان قابل مشاهده حدود 46 میلیارد سال نوریه و قطرش حدود 92 میلیارد سال نوری. ولی این به معنی کل جهان نیست، یعنی فقط تا اینجا رو ما آدما با این تکنولوژی که داریم میتونیم ببینیم. جهان ممکنه خیلی بزرگتر باشه و شاید حتی بی نهایت باشه. حالا بعد از این سفر از طول پلانک تا جهان قابل مشاهده، بیایم برگردیم یکم نزدیکتر، چند صد کیلومتر بالای سرمون. ما توی دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که احتمالاً آستانه تبدیل شدن به یک تمدن واقعاً فضاییه. نه فقط به این معنی که حالا چند نفر رفتن ماه یا یه ایستگاه فضایی ما اون بالا داریم یه رفت و برگشتی میشه، بلکه به این معنی که دسترسی به مدار زمین داره ارزونتر، پرتکرارتر و صنعتی تر میشه. یکی از تغییرات بزرگ در دهه اخیر موشک‌های قابل استفاده مجدد. شرکت‌هایی مثل اسپیس اکس و حالا بلو اوریجین که در واقع مال جف بیزوس هستش اگه اشتباه نکنم، با ساخت موشک‌های قابل استفاده مجدد هزینه دسترسی به مدار زمین رو خیلی پایین آوردن و همین یک تغییر مهندسی راه رو برای شتاب گرفتن فعالیت‌های فضایی باز کرده. من همین تقریباً فکر کنم 3-4 هفته پیش بود که این خبر رو هم خوندم که چین هم به این تکنولوژی در واقع دسترسی پیدا کرده و خب این میتونه در واقع موضوع رو جذاب‌تر هم بکنه، چون دیگه این تکنولوژی یه تکنولوژی نیستش که انحصاری دست امریکا بوده باشه. مدار زمین همین الان هم برای زندگی ما مهمه، حتی اگه هر روز ما بهش فکر نکنیم. ناوبری ماهواره‌ای، ارتباطات، پیشبینی هوا، رصد زمین، پایش اقلیم، اینترنت ماهواره‌ای، همه اینها به چیزایی وابسته است که بالای سر ما در حال حرکته. اما حالا ما فقط با چند ماهواره محدود یا حالا یه ایستگاه فضایی در واقع دیگه طرف نیستیم. احتمالاً در آینده نزدیک چندین ایستگاه فضایی خواهیم داشت. پژوهش علمی در مدار در واقع جدی‌تر و تجاری‌تر میشه، گردشگری فضایی میتونه رشد پیدا بکنه و منظومه‌های ماهواره‌ای بزرگ برای ارتباطات جهانی هم بیشتر میشه. استارلینک برای مثال یه نمونه معروفشه، ولی احتمالاً رقبای بیشتری هم خواهند اومد، همونطور که برای اسپیس اکس و اون موشک در واقع چند بار قابل مصرف رقیب اومده. این یعنی مدار زمین کم کم شبیه به یه لایه صنعتی و تجاری اطراف سیاره میشه. فرصت‌ها واقعا هیجان انگیزن، مخصوصا به واسطه ریزگرانش. حالا شما شاید بگین آقا این ریزگرانش چیه دیگه؟ توی ایستگاه فضایی گرانش صفر نیست. توی مدار زمین هنوز گرانش زمین وجود داره، اما چون ایستگاه فضایی و آدم‌ها و وسایل داخلش همگی با هم دور زمین در حال سقوط آزاد دائمی هستن، همه چیز داخل ایستگاه فضایی یا داخل اون در واقع اسپیس شیپ شناور دیده میشه. برای همین بهش میگیم مایکروگراویتی یا ریزگرانش. توی ریزگرانش میشه آزمایشایی رو انجام داد که روی زمین سخت یا ناممکنه، چون روی زمین گرانش خیلی چیزا رو قاطی باطی میکنه. مثلا وقتی شما با مایع سر و کار دارین، مواد سنگین‌تر ته‌نشین میشه. وقتی یه چیزی گرم میشه، جریان
همرفتی درست میشه و مایع یا گاز شروع میکنه به بالا یا پایین رفتن. وقتی کریستال رشد میکنه، گرانش میتونه باعث بی‌نظمی یا نقص در ساختارش بشه. تولید مواد خاص، رشد کریستال ها، پژوهش‌های زیستی، توسعه های دارو، یه سری از داروها، ساخت نیمه رسانه ها یا ویفرهای سیلیکونی، همه اینها حوزه‌هایی هستند که ممکنه از محیط مدار زمین بسیار 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 زیاد سود ببرن. ما هرچی در ریزگرانش بیشتر کار بکنیم، بهتر میفهمیم که چه چیزهایی واقعا ارزش اقتصادی و علمی دارن. بعد از اون اگه زیرساخت‌های فضایی نزدیک زمین قوی تر بشه، مسیر برای حرکت به بیرون هم باز میشه. ماه، مریخ، سیارک‌ها و شاید فراتر. یکی از بزرگترین ایده ها استخراج منابع از سیارک هاست. روی زمین رقابت سر منابع همیشه یکی از ریشه های تنش، جنگ و آسیب زیست محیطی بوده. منابع زمین محدوده و استخراج و مصرف اونها هم فشار زیادی به سیاره وارد میکنه. اما اگه تمدن ما بتونه به سیارک های نزدیک زمین دسترسی پیدا کنه، یهویی مقیاس منابع در دسترس تغییر میکنه. توی فضا مقدار عظیمی از ماده و منابع وجود داره. اگه بتونیم زیرساخت لازم رو بسازیم که بهشون دسترسی پیدا بکنیم، شاید بتونیم تمدن رو رشد بدیم بدون اینکه فشار بیشتری به زمین وارد بکنیم. این بخش واقعا امید بخشه، رشد تمدن، اما نه لزوما با نابود کردن خونه اصلیمون زمین. اما خب از اون طرف هم هر مرز تازه‌ای مشکل تازه‌ای هم داره. مدار زمین میتونه شلوغ بشه، ماورا میتونن به هم دیگه نزدیک بشن یا اصلا بخورن به هم دیگه و اینجا این سوال پیش میاد که آقا چه کسی حق استفاده از کدوم مدار رو داره؟ اگه ماهواره یه شرکت به ماهواره یه شرکت دیگه نزدیک بشه یا اصلا بخورن به هم، چه کسی باید مسیرش رو عوض بکنه؟ آیا باید چیزی شبیه کنترل ترافیک هوایی برای فضا هم داشته باشیم؟ آیا همه باید به یه سیستم اجتناب از برخورد مشترک در واقع پایبند باشن، این سیستم‌ها رو همشون نصب بکنن؟ این چارچوب خب هنوز کامل شکل نگرفته، اصلا نزدیکشون هم نیستیم و چون ماهواره‌ها فقط چند ثانیه یا چند دقیقه از بالای فضای یک کشور مثلا رد میشن، مدیریت فضا ذاتاً دیگه مسئله بین‌المللی میشه. نمیشه هر کشور مثلا اینجا بیاد بگه که نه آقا اون مثلا چند ثانیه‌ای که دارن اینجا رد میشه، مثلا از مرز کشور ما رد میشه، مثلا مال منه، بقیه‌تون برین کنار، این اطلاعاتش فقط من میتونم بگیرم. فضا همکاری جهانی میخواد و خب تاریخ نشون داده که ما آدما تو همکاری‌های جهانی همیشه نمره 20 نگرفتیم، خیلی اوقات در واقع اصلا صفر هم گرفتیم و اصلا ورقه سفید تحویل دادیم. این نگرانی فقط درباره فضا نیست، درباره هوش مصنوعی، کامپیوترهای کوانتومی و هر فناوری قدرتمند دیگه هم هستش. فناوری جلو میره اما چارچوب اخلاقی، حقوقی و سیاسی معمولا جلو نمیره و متأسفانه باید دنبالش بدوه. یعنی در حد جلو نمیره که اگه بخواد بهش برسه باید دنبالش بدوه. اگه هم دیر برسیم ممکنه هزینه‌اش زیاد بشه. پس نگاه واقع بینانه اینه: آینده فضایی فوق‌العاده هیجان انگیزه، اما بدون قانون، همکاری و مدیریت مشترک بسیار هم میتونه پرخطر باشه. ما بهتره قبل از شیرجه زدن داخل این اقیانوس یاد بگیریم شنا کنیم و قایق همدیگر رو سوراخ نکنیم. وقتی به اندازه جهان فکر میکنیم خیلی طبیعیه که حس کنیم هیچ اهمیتی ما آدما نداریم. از نظر فیزیکی ما واقعا کوچیک، مجموعی از اتم‌ها روی یک ذره غبار به اسم زمین در مدار یک ستاره معمولی در میان صدها میلیارد ستاره موجود در کهکشان راه شیری، در میان شاید 2 تریلیون کهکشان در بخشی کوچک از جهانی که ممکنه اصلا بی‌نهایت باشه. از این زاویه بله، ما از نظر اندازه تقریبا هیچیم، پوچیم. ولی سوال اینه: آیا اندازه تنها معیار اهمیته؟ اگه فقط با متر و کیلوگرم قضاوت کنیم معلومه که ما بازنده ایم. ولی شاید ارزش ما از یه جای دیگه بیاد. یه نگاه اینه که شاید تمدن‌های هوشمند در کهکشان‌ها خیلی نادر باشن. اگه میانگین تعداد تمدن‌ها در یک کهکشان کمتر از 1 باشه، ممکنه خیلی از کهکشان‌ها اصلا تمدنی نداشته باشن که بتونن حالا فکر بکنن، علم بسازن، درباره خودشون سوال بپرسن و به جهان معنا بدن یا مثلا بیاد
پادکست درست بکنه. اگه اینطور باشه ما با وجود کوچیکی فیزیکمون خیلی با ارزشمندیم. ما ممکنه یکی از معدود جاهایی باشیم که ماده بعد از 13.8 میلیارد سال تکامل کیهانی به شکلی در اومده که میتونه خودش رو بفهمه. اتم ها کنار هم نشستن، مغز ساختن، زبان ساختن، تلسکوپ ساختن و حالا دارن میپرسن ما اینجا داریم چی کار میکنیم. این خودش اصلا چیز کوچیکی نیستش. اگه ما محصولی نادر از تکامل کیهان باشیم، پس شاید نسبت به خود کیهان هم مسئولیت داریم، چون ممکنه در بخش بزرگی از کهکشان هیچ موجودی نباشه که بتونه زیبایی، معنا، دانش یا آگاهی رو تجربه کنه. البته این هنوز یه فرضیه است، ما نمیدونیم چند تمدن دیگه وجود داره. شاید جهان پر از حیات هوشمند باشه، شاید هم خیلی خلوت‌تر از چیزی باشه که ما دوست داریم در رابطه باش فکر کنیم. ولی به عنوان یک فرض کاری، کمیاب بودن آگاهی ایده مهمی. اما یه نگاه دیگه هم وجود داره که حتی بلند پروازانه تر هم هستش. شاید زندگی همیشه قرار نیستش که یه لکه کوچیک و محلی باقی بمونه. ما روی زمین نمونه‌اش رو دیدیم. زندگی فقط روی زمین زندگی نکرده، زمین رو تغییر داده. اتمسفر زمین با اکسیژن فراوونش محصول حیاته. بدون فتوسنتز جو زمین این شکلی قرار نیست باشه. خود تمدن ما هم سطح زمین رو تغییر داده. اگه از فضا به سمت شب زمین نگاه بکنیم، شهرها، نورها، شبکه تمدن انسانی رو ما میبینیم. یعنی موجودات زنده و بعدش تمدن یه سیاره رو تغییر دادن. پس چرا فرض کنیم که اگه حیات به اندازه کافی دووم بیاره و ما آدما نزنیم همدیگه رو، تیکه پاره نکنیم و نکشیم همدیگه رو، نابود نکنیم خودمونو، با توجه به اتفاقات عجیب غریبی که این روز توی دنیا داره میفته و حالا امروزم که من دارم این پادکست رو ضبط میکنم 19 جولای هستش، اگه ما خودمون رو نابود نکنیم یا حالا فاجعه دیگه‌ای ما رو از بین نبره، میتونیم به تمدن فضایی تبدیل بشیم. میتونیم روی مریخ شهر بسازیم. آقای ایلان ماسک داره الان کلی تلاش میکنه بره مریخ. شاید روزی بتونیم مریخ رو تا حدی اصلا قابل سکونت بکنیم یا قابل سکونت تر بکنیم. میتونیم به قمرهای مشتری و زحل بریم. میتونیم تا لبه منظومه شمسی گسترش پیدا کنیم. حتی در حد فیزیک نظری میشه تصور کرد تمدنی بسیار پیشرفته در آینده بسیار دور بتونه روی عمر خورشید یا ساختار منظومه شمسی هم اثر بذاره. شاید امروز اینا شبیه داستان خیالی یا علمی تخیلی به نظر بیاد، ولی سوال این نیستش که ما فردا صبح قرار این کار رو انجام بدیم یا نه و آیا مثلا یه سال دیگه میشه این کار رو انجام داد یا نه. سوال اینه که قوانین فیزیک اصولاً اجازه چنین چیزهایی رو میدن یا نه. و در بسیاری از موارد جواب ساده این هستش: دانشمندان منع بنیادین واضحی نمیبینن. حالا اگه میلیون ها یا میلیاردها سال جلو بریم چی؟ اگه تمدنی بتونه به ستاره ها گسترش پیدا کنه، اگه سراسر کهکشان رو بپیمایه، اگر نظریه کوانتومی گرانش رو کامل بفهمه، اگر ساختار عمیق فضا زمان رو بشناسه، آیا هنوز میشه گفت که زندگی در مقیاس کیهانی بی اثره؟ شاید زندگی در آینده خیلی دور بتونه روی ساختارهای بزرگ اثر بذاره، نه فقط سیاره ها و منظومه ها، شاید حتی کهکشان ها. اینجا البته داریم وارد قلمرو بسیار 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 نظری و حدسی میشیم. ما باید حواسمون باشه که اینها پیش بینیه و اصلا قطعی هم نیستش. یه چیزی که حالا آی برایان کاکس داخل اون قسمت از مجموعه در واقع بیگ تینک گفته. ولی ایده مهم اینه نباید از الان فرض کنیم که زندگی همیشه در حاشیه جهان میمونه. نینا خانوم هم که همینطور میبینین اونجا اصلا خوابیده. اگه بخوایم حالا کل این پادکست رو یه جنبندی بکنیم، از دونه برف شروع کردیم، از این سوال ساده که آقا چرا طبیعت تقارن داره، بعد رسیدیم به پلانک و بسته های انرژی، انیشتین و فوتون ها، الکترون هایی که در آزمایش دوشکاف انگار چند مسیر رو همزمان بررسی میکنن و در هم تنیدگی که حتی آقای انیشتین رو هم ناراحت کرد. بعد رفتیم سراغ ثابت های بنیادین طبیعت، سرعت نور،
ثابت گرانش، ثابت پلانک، طول پلانک، سیاه‌چاله ها و این ایده عجیب که اطلاعات ممکنه با سطح یک ناحیه گره خورده باشه. از اونجا پریدیم به ستاره ها و جاهایی که کوانتوم جلوی فروپاشی ستاره ها رو میگیره. بعد مقیاس ها رو بالا بردیم، بزرگترش کردیم، از پروتون ها و طول پلانک رسیدیم به خورشید، وویجر، نزدیکترین ستاره، راه شیری، آندرومدا و تابش زمینه کیهانی. و در آخر برگشتیم به خودمون. ما از نظر اندازه کوچیکیم، خیلی هم کوچیکیم، ولی شاید اهمیت ما به اندازمون نیستش. شاید اهمیت ما در اینه که جهان از طریق موجوداتی مثل ما تونسته خودش رو ببینه، اندازه بگیره، درباره خودش سوال بپرسه و حتی شاید روزی روی آینده خودش هم اثر بذاره. ما هنوز اول راهیم، هنوز خیلی چیزا رو نمیدونیم، هنوز فیزیک کوانتوم رو از نظر تفسیر کامل هضم نکردیم، هنوز گرانش کوانتومی نداریم، هنوز نمیدونیم در مقیاس پلانک واقعا چه خبره و هنوز معلوم نیست تمدن فضایی ما چقدر عاقلانه قراره رشد بکنه. ولی همین ندونستن ها موتور علمه. ما از چرا دنیای برف 6 گوشه شروع کردیم و رسیدیم به آیا زندگی میتونه سرنوشت کیهان رو تغییر بده؟ و این اگه شما از من بپرسین یکی از قشنگترین مسیرهاییه که ذهن انسان میتونه طی بکنه. در پایانم باید بگم که اگه این مدل سفرهای ذهنی از دل فیزیک، کیهان و آینده بشر براتون جذابه، این ویدیو رو نگه دارین، برای کسی بفرستین که فکر میکنین از این سوالها و از این داستانها، از این نظریه‌ها خوشش میاد و بیاین با هم بیشتر فکر کنیم. چون ما شاید کوچیک باشیم ولی سوالهایی که میپرسیم قرار نیست اصلاً کوچیک باشه. مرسی از اینکه تو این ویدیو همراه من بودین. روزگارتون خوش باشه. تنتون سلامت.